نصیحت یک پدر به پسرش شب امتحان آخر سال. ولك ببین امتحانای آخر سال نزدیک شده و تو دو داری، یا قبول میشی یا مردود. اگه قبول شدی خیر و برکه، اما اگه مردود شدی دو راه داری، یا تو خیابونا ولگر میشی یا باید بری سربازی. اگه ولگر شدی خب عیبی نداره، مثل بچه همه ولگر میشی. اما اگه سربازی رفتی دو راه داری، یا پلیس بشی یا بری ارتش. اگه پلیس شدی خیر و برکه، اما اگه رفتی ارتش دو راه داری، یا تقسیم میشی و تو پادگان میمونی یا میفرستن جبهه جنگ. اگه تقسیم شدی و تو پادگان موندی خیر و برکته، اما اگه بردن جبهه دو راه داری، یا به سلامت برمیگردی یا اینکه با توپ و خمپاره لتوپار میشی. اگه به سلامت برگشتی خیر و برکه، اما اگه با خمپاره و توپ لتوپار شدی دو راه داری، یا خوب میشی یا میمیری. اگه خوب شدی شکر خدا الحمدلله، اما اگه مردی دو راه داری، یا سگا میخورنت یا متعفن میشی و گن میزنی. اگه سگا خوردنت خیر و برکه، اما اگه متعفن شدی و گن زدی دو راه داری، یا تبدیل به گاز طبیعی میشی صادرت میکنه ارمنستان، یا به نفت. اگه گاز شدی خیر و برکه، اما اگه تبدیل به نفت شدی دو راه داری، یا به صورت نفت خام صادرت میکنن یا میبرن پالایشگاه. اگه صادرت کردن خیر و برکه، اما اگه بردنت پالایشگاه دو راه داره، یا تبدیل به روغن صنعتی و گریس و این چیزا میشی یا مواد پاک کننده. اگه تبدیل به روغن شدی خیر و برکه، اما اگه تبدیل به مواد پاک کننده بشی دو راه داره، یا صابون میشی یا دستمال توالت. اگه صابون شدی خیر و برکه، اما اگه دستمال توالت شدی باور کن پسرم مجبوری گوه بخوری. گوه میفهمی؟ حالا میل با خودته، یا درسات بخون یا برو گوه بخور.